خب سلام وقتتون بخیر. تو این ویدیو قراره بهتون بگم که چجوری درگاه مستقیم بانک سامان رو بگیریم یا هر بانک دیگه فرقی نداره، ولی خب بانک سامان من خیلی رو مخم بود. میخوام بهتون بگم که چجوری بگیریم. خب میزنیم چی؟ میریم درگاه اینترنتی. اوکی، میبندم از اینجا وای نیست تا صفحمون لود بشه. میاد اینجا نام پذیرنده محمد، نام پذیرنده محمد، قابل نمایش فیس مک، فیس مک اسم سایت همه، حقوقی یا حقیقی، کد رهگیری مالیاتی برای کسب و کار میخواد. خب یه نکته اینجا هست بچه، فیس مک نه کد رهگیری مالیاتی داره، کد رهگیری مالیاتی داره خب، ولی نوعش حقیقیه، مجوزی نداره. شناسه ملی باید داشته باشه، شماره ثبت داشته باشه، تاریخ ثبت باید داشته باشه و اینجا حساب بانک چوبت مثلا نیشابور مشهد هر جا از هر شهری هست، شماره شبا و شماره بانکی تو میگیره. نام حسابت که مثلا محمد حاجی مهدی خانیه، اسم و فامیل تو میگی و اطلاعات حساب پشتیبان. این باز یه دونه شماره شبایی که مثلا دو تا کارت بانک سامان داره اینجا میتونی بزنی، شباشو بزنی، شماره کارتشو بزنی، نوع حسابشو بزنی، کد شعبه مثلا کد نیشابور، من نیشابورم البته، بعد ببینید که کد شعبتون چند. نام حسابت که اسم فامیل خودتو میزنی یا اسم فامیل کسی که سایت دستشه میزنی. اطلاعات صاحب نماد حقیقی، مدیر عامل حقوقی که معمولا کسی که سایت از خودشونه اسم فامیل خودشون میزنه. محمد جا مهدی خانی، مهدی خانی، نام پدر فلان، محل تولد فلان، اینا رو همه پر میکنیم. ببینید همش مشخصات فردی. اطلاعات سایت پذیرنده، آدرستون مثلا فیس مک، من چون قسمت قبلی رو نداشتم خالی گذاشتم، facemac.ir. خب پست الکتریکی محل فعالیت نیشابور ایران یا تهران، مثلا فرقی نداره، رفت مرد تهران. محدوده جغرافیایی، نماد الکترونیکی داری، نماد 1 ستاره 2 ستاره 1 ستاره، تاریخ صدور مثلا هر وقت بوده میره نگاه میکنه از تو این نمادتون. آی پی اول، آی پی دوم، فقط آی پی از هاست مجاز. این تو نت افراز شما، حالا من چون هاستم نت افرازه من یه چیزی رو باید نشون بدم. نت افراز، تو نت افراز میریم، میخوام بگم این آی پی چیه، وارد حساب میشین، میزنیم انگلیسیه. خب اینم به خاطر بسپار، میریم داخل. خب مثلا من برای فیس مگ میخوام، میام اینجا آی پی اول، آی پی دوم، آی پی سوم، آی پی چهارم، پورت آی، آدرس برگشت، آدرس برگشت به درگاه. خب خب میریم داخل اینجا، ببینید آی پی سرور جهت هماهنگی با بانک و آی پی وبتون اینو کپی میکنیم میاری اینجا، پورت تموم. کالبکتون چی میشه؟ کالبکتون همین میشه، این پایینی میشه، تموم. پورت پایگاه داده، پورت یه جایی نمیفهمی چیه، خب میای اینو چی اسکرین میگیری، میای داخل، مثلا من الان نمیدونم بقیه‌اش چیکار کنم. پشتیبانی تیکت ها، تیکت میزنیم، میگیم آقا ما اینجا ارسال تیکت فنیش کجاست، شدت فنی هاست، فنی دیگر نمایش نده. خب اینجا موضوعش می‌نویسیم درگاه بانک سامان، بانک سامان. میگیم چی؟ کدوم سرویس؟ میگیم سامانه فلان، نه دامنه، نه دامنه فیس مک. برای اتصال سایت به درگاه سامان اطلاعاتی از من
خواسته شد که نمیدانستم، دانستم که در اسکرینشات زیر قرار دادم. میایم اینجا اسکرینشات رو اینجا انتخاب میکنیم، اسکرینشات میاد پایین اینجا و ارسال میزنیم. خب این تیکته هر وقت جواب دادن میای آب پرش میکنی، اطلاعاتشو میگیری پر میکنی. شماره تماس، کد شهر 051، شماره تماس 3351 51 فلان، هر شماره میخوای بزنی. شماره موبایل 0937 خب شماره تکرار شما خب کد پستی فلان هر چی هست میزنیم اینجا، نشانه دقیقه میزنیم. ما تنها چیزی که نمی‌نویسیم این قسمت بود. خب و این قسمت رو چون ندارم، خب یعنی من باید برم قسمت تو سایت مجوزها، درگاه ملی مجوزها، تو این درگاه ملی مجوزها بزنم چی؟ فروشگاه لوازم آرایشی. اشتباه نوشتم؟ فروشگاه آلمانی زدم. خب فروشگاه لوازم آرایشی، جستجو میگه چی؟ درگاه اونجا اگر خب فروشگاه میزنیم، فروشگاه لوازم، فروشگاه بیشتر بهداشتی فکر کنم بهداشتی. آره بازم نیومد. نه آقا فروشگاه بهداشتی، بسته‌بندی، تولید، فروش، تولید، عمده، خرده فروشی، بهداشتی، صنفی. میام داخل اینجا راهنماشو میخونم یا نمیخونم، حوصله‌شو ندارم بخونم. پروانه خرده کس پلان، پروانه خرده کس باز اینجا لیستشو زده، پروانه خرده اینجاست. ببین پیدا میکنی کار خودتو و میزنی. کدومو میزنی؟ راهنما و درخواست میزنی. میاد اینجا، حالا خوندی نخوندی بهتره که بخونی چون من اینو خوندم. میام پایین تایید پلاس فلان، شرایطش نوشته 3 روز، درخواست صدور مجوز، شخص حقیقی ایرانی هستم. میام اینجا داخل سایت 0937 شماره بچه هر کی میخواست زنگ بزنه. کار واجب داشتین زنگ بزنین، کار واجب هم نداشتین زنگ بزنین تا من باز مزاحمتون بشم. خب 0937 خب میاد اینجا کدش الان برام میاد. اومد 55 808. خب میاد اینجا، میریم داخل. خب میزنم چی؟ باز بهداشتی بسته‌بندی فلان. اینجاست. دوباره هم مرحله میریم پایین. پروانه خرده کسب لوازم آرایشی پیداش کرد. اینو پیدا کردم. حالا شما یک سالگی دنبال گشتین فکر نکنین که خنگ هستین یا مثلا کم مشکل دارین. نه، سایت های مسخره دولتی همشون همینجوریه. یکم باید بگن چون من هر روز تو این سایت هم دارم مجوز میگیرم، سایت های مختلف اوکی میکنم. این خب کد پستی محلم میزنم، همه رو گرفتم. من کد پستی هم نزدم چون کد پستی منزله و نمیخوام بزنم اینجا، اصلا آدرسش کجاست. و یک سری مدارک میخواهد، میگم آقا این بالا چی میشه، اینجا تایید میکنم. میاد اینجا 68 95 تایید و ادامه. چی گفته شما برای یه دونه تو کارپوشم هست، درخواست های من. میرم اینجا، بله موقت فلان کجاست. خب کارپوشه، شکایت های من نه، بازم همینه. فکر کنم باید اسکرول کنم خاک تو سرشون با همین سایتشون. یکم گیج میشی ولی باید بری اسکرول کنی. انقدر احمقن این نفهمیدن که اینو باید یه جوری طراحی کنن که من تازه طراح سایتم، غیر سرم وب مسترم، میدونم اینو اسکرول کنم. خیلی نمیدونم اسکرول میخوره اصلا صفحه. ادامه خاک تو سرشون. خب با همین طراحی سایتشون چقدر گرفتن که اینو همچین آشغال تحویل من شما بده. خب ادامه میزنیم. دریافت آدرس
93 115 23 45 دریافت آدرس. کد پستی صحیح نمیشه. کد پستی من یادم چند هست. و تایید میکنم مرحله بعد نمیره. کد پستیم چند بود؟ یه لحظه من استوب کنم کامل بهتون بگم که چه اتفاقی میفته. خب آقا کار نکرد بس شد. آها من ویدیو رو بعد استوب میکنم. خب آقا زدم. اینم از این. تایید مجوز. خب تایید میکنم. راهنما، دریافت استعلام، دریافت تصویر، کد رایگیری قبل دریافت شده، شماره کارت ملی، شماره کارت تهان، تصویر کارت ملی نمیتواند خالی باشد. اوکی من چجوری آپلودش کنم؟ شماره سریال پشت. شماره سریال پشت کارت ملیم یادم نیست. اطلاعات مشخصات فردیتون رو میزنین. کد رهگیری مالیاتی که داخل سایت چی بود خدایا .gov این سایت کد رهگیری مالیاتی. اگر درگاه واسط برای سایتتون دارین قطعا مراحل رو رفتین. tax.go.ir میزنین، وارد میکنین، استعلام میگیرین، بررسی میکنه آقا این دارین یا نه. حالا رو راهنما بزنین که مطمئن بشین که چیه. به منظور بررسی وضعیت گواهی 186 مالیاتی دکمه فلان بررسی رو میزنین و اتفاقش میفته. حالا تمام اینها رو پر بکنی میرسیم به اینجا که شناسه ملی بهت میده، شماره ثبت برات ثبت میشه، تاریخ ثبتت میاد، کد اقتصادی میاد، محل ثبتش، نوع فعالیت خدماتت رو میتونی پر کنی و بعد میای درگاه رو میزنی. من نتونستم اینو تا آخر برم چون اصلا هیچ کدوم از سایت هایی که من دارم و مال من اصلا درگاه چیز نداره. من مجوز صنفی نگرفتم چون برای مجوز مثلا کاری که من دارم مجوز صنفیش تقریبا قیمتش رو نگاه کنین. هزینه صدور 6 میلیون تومان، حق عضویت 4 تومن، جمعا چقدر میشه؟ 10 تومن میشه دیگه. حق پرداخت عضویت، هزینه فلان. 3 روز کاری هم زمان میبره، مدتش هم 5 سال. حالا شما اگر کارتون واقعا جدیه، چون من یک از سایت هایی که دستم من 10 میلیون هزینه نمیکنم که یه مجوز بگیرم که درگاه مثلا فلان میشه. خیلی خوبه داشته باشین، راحت میشین از درگاه های واسط. اما مسئله که هست اینا رو باید پر کنین. مسیرش چیه آقا؟ میان اینجا یا بانک ملی یا بانک هر بانکی که دلتون خواست درگاه داره برای پرداخت ها. کارمزد خیلی کمتر پرداخت کنید. فقط شما باید مجوز صنفیتون رو داشته باشین تا بتونین این اطلاعات رو پر کنین و این اطلاعات هم نیاز داره به حالا همین ثبت در سایت مجوزها مجوز.ir و حالا درگاه واسط اگه داشته باشین که قبلا یک سری اطلاعات رو گرفتین که میتونین سریعتر این فرم پر کنید و بزنین تایید پیشنهاد قرارداد براتون بیاد امضا کنین و بفرستین. بعد از تقریبا 24 ساعت تا 48 ساعت چیزی که گفتن خود بانکم گفته تایید میشه و براتون یه ایمیل یا پیامک چیزی میاد که میتونین تنظیمات درگاه روی سایتتون و روی ووکامرس پیاده سازی بکنید. این کلیت گرفتن درگاه مستقیمه. درگاه مستقیم فارغ از اون چیزی که مثل زرین پالازی بالا نمیدونم ایکس و ایگرگ زد، مستقیم شما به کارتتون واریز میشه، به حسابتون واریز میشه. کارمزد خیلی کمی داره. دم شما گرم. بیشتر از این طولانیش نمی‌کنم و خداحافظ.